دانشجویان محترم، موضوع امروزه ما زیرتیپ کفلیزک خورده‌داران یا جلدداران اوروخوردت یا تونیکت به زبان لاتینی می باشد. چطوری از درس‌های گذشته معلومات داده بودیم، تیپ خورده‌داران به سه زیرتیپ جدا می شود. زیرتیپ یکم زیرتیپ بیکاسه سران، زیرتیپ دوم این زیرتیپ کفلیزک خورده‌داران یا جلدداران و زیرتیپ سوم این زیرتیپ مهره‌داران می باشد. و در بین گوناگونی عالم حیوانات نماینده های زیرتیپ جلدداران یا کفلیزک خورده‌داران اهمیت نهایت مهم را می بازند. پیش از همه این حیوانات تنها در محیط آبی یعنی در بحر و اقیانوس‌ها پناه شدند و حیات آبی می گذرانند و خصوصیت از همه مهم آنها در آن است که برای تمام حیوانات خورده‌دار سه خصوصیت مهم خاص می باشد. یکم این موجودیت خورده که هنگام انکشاف یابی جنینی از دیوار تخته پشتی روده جنین به وجود می بیاید و تدریجاً در رفت جریان اِوولوشنی در حیوانات مهره‌دار درجه عالی آن باز ستون مهره عوض می شود. دوم خصوصیت آنها این موجودیت سیستم عصبی نیچه شکل می باشد و سوم خصوصیت مهم آنها یعنی عضو نفس کشی آنها غلسمه ها می باشند که توسط آن در محیط آبی نفس می گیرند. و این خصوصیت هایی که من نامبر کردم هم موجودیت خورده یا ستون مهره یا سیستم عصبی نیچه شکل در نماینده های زیرتیپ کفلیزک خورده‌داران تنها در دوره کفلیزکی یا در دوره جنینی مشاهده می شود. هنگام بالغی این خصوصیت ها یعنی از بین می رود. از همین خاطر هم نام زیرتیپ این گروه عالم حیوانات کفلیزک خورده‌داران یا جلدداران نامگذاری شده است. حیوانات بحری بوده با خصوصیت های زیرین از نماینده های دیگر عالم حیوانات فرق می کنند. پیش از همه خورده در آنها تنها در دوره کفلیزکی مشاهده می شود و هنگام بالغی نیست می شود. دوم علامت مهم آنها در آن است که بدنشان با جلد مخصوص تونیکه پوشیده شده است که این خصوصیت در بین گوناگونی عالم حیوانات تنها برای نمایندگان این زیرتیپ خاص می باشد. از این خاطر نام دوم زیرتیپ هم جلدداران یا پرده‌داران از همین خصوصیت گرفته شده است. سوم علامت مهمی که برای این گروه عالم حیوانات خاص می باشد این یعنی هم با طرز الوهیدگی و هم با طرز تودگی حیات به سر می گذرانند. از همین خاطر هم در قعر بحر و اقیانوس‌ها بعضی موارد توده کلونی آتشک‌تن‌ها، توده اسیدیه ها و دیگر حیواناتی که به گروه جلدداران داخل می شد به مسافه زیاد طول می کشند. تو بعضی موارد تا 25-30 متر یک کلونی آنها در قعر بحر و اقیانوس‌ها زیست می کنند. خصوصیت دیگری مهم جنین خورده‌داران در آن است که آنها حیوانات خونسا می باشند. یعنی در یک فرد آنها هم غدودهای جنسی نرینه و هم غدودهای جنسی مادینه تشکل می یابد و از همین خاطر هم برای نمایندگان این گروه با دو راه افزایش نمودن هم با راه جنسی و هم با راه غیر جنسی افزایش نمودن خاص می باشد. از روی موقع تصنیفی نماینده های زیرتیپ کفلیزک خورده‌داران را به 5 صنف مستقل جدا می کنند. صنف یکم این صنف اسیدیه ها می باشد، نام لاتینیش اسیدیه. صنف دومش می باشد صنف سالپا، نام لاتینی سالپ. صنف سومش می باشد اپندیکولاریا ها، اپندیکولاریا نام لاتینی. صنف چهارمش آتشک‌تن‌ها پیروسوماتا و پنجم گروه آنها نام دارد خمشکلان سیکلومواریس. و باید تذکر داد که این گروه عالم حیوانات هنگام بالغی یگان نشانه به حیوانات مهره‌دار یا ستون مهره‌دار خاص را دارا نمی باشند. از همین خاطر هم تا عصرهای 19 این حیوانات به گروه حیوانات بی ستون مهره داخل کرده می شد. خوشبختانه یکی از عالمانی که سهم آن در آموزش عالم حیوانات معین کردن موقع تصنیفاتی حیوانات مهم است این عالم روس کاوالسکی الکساندر آنوفریویچ می باشد که در دوام فعالیت خود عاید به این گروه عالم حیوانات کارهای زیادی را به سامان رسانیده است و موجودیت تیپ خورده‌داران را بار اول همین عالم به همچون مفهوم یعنی به علم زئولوژی داخل کرده است و هنگامی که این عالم روند انکشاف جنینی حیوانات جنین خورده‌دار را می آموزد می بیند که
تنها نشانه های حیوانات ستون مهره‌دار در کفلیزک این گروه عالم حیوانات مشاهده می شود. از همین خاطر یعنی با پیشنهاد این عالم جنین خورده‌داران به یکی از گروه های حیوانات مهره‌دار داخل کرده شد. از روی ساخت ظاهری آنها با جام دو طرفه گلوناک شباهت دارند و در قسم پایانی بدن جنین خورده‌داران کفشی هست که توسط آن به سبسترات‌های زیر آبی چسبیده به حرکتانه حیات به سر می‌گذرانند. صنف یکمی که ما درباره این گروه عالم حیوانات نشان میدیم یا به شما معلومات میدیم، این صنف اسیدیا ها می باشد که زیاده از 1000 نمود آنها در طبیعت معلوم می باشد که بیشتر در قعر بر اقیانوس‌ها یا شکل علویده یا شکل تودگی حیات به سر میگیرند. غذاگیری آنها بی‌رغبتانه، یعنی توسط تکشین نمودن ذره‌های غذایی که توسط آب وارد ارگانیسم آنها میشد به عمل می آید. نسبت دیگر گروه عالم حیوانات سیستم گردش خون آنها گشوده نیست. از همین نشانه یعنی آنها از دیگر حیوانات مهره‌دار با کلی فرق میکنند و خصوصیت دیگر مهم آنها در آن ظاهر میگردد که انکشاف یابی آنها با شکل دیگرگونی، یعنی با مفهوم علمی متامورفوز جریان میگیرد. یعنی کفلیزک آنها از روی بعضی خصوصیت‌های مورفولوژی از فرد مادری فرق میکند. از همین خاطر یعنی هنگام انکشاف یابی روند دیگرگون شوی آنها به عمل میآید و هنگام بالغی یعنی فرد بالغ آنها تماما با کفلیزک آنها شباهت ندارد و به مانند دیگر جنین خورده‌داران آنها با راه جنسی و هم غیر جنسی افزایش میکنند. این یعنی نمود ظاهری اسید یک عزیز می باشد که در قعر آب توسط کفش پای خود یعنی حیات به سر میگذراند و در ارگانیسم آنها دو سیفون یا دو سوراخی دیده می شود، سیفون دهانی و سیفون مزرقی. آبی که در ارگانیسم آنها در میزند محض توسط وارد شدن آب توسط سیفون دهانی و بیرون شدن از سیفون مزرقی جریان میگیرد. از همین خاطر ما پیشتر قید نمودیم که غذاگیری پسیوانه برای آنها برای دریافت نمودن غذا حرکت نمی کنند. مجرای آبی که وارد کواکی دهان آنها می شود در خود ذره‌های غذایی دارد که حیوان توسط غدود مخصوص خود اندوسیل آن را جبیده می گیرد. این ساخت داخلی اسید یک عزیز است، برعکس بیکوسه سران یعنی با یک چند علامت‌های مهم فرق می‌کند. یعنی این سیفون دهانی در قسمت بالایی بدن جایگیر شده است، سیفون مزرقی در قسمت شکمی بدن جایگیر شده است. در آنها یعنی دل نیچه شکل به وجود می‌آید که این یعنی در بیکوسه سران دیده نمی‌شد. غیر از این در آنها غدود مخصوصی موجود است که اندوستیل نام دارد. آبی که به ارگانیسم اسید وارد می‌شود در ترکیب آب اگر ذره‌های غذایی وارد شده باشند توسط لعاب جدا نموده اندوستیل جبیده می شود، بعد به سیستم هاضمه به معده یعنی روانه کرده می شود و چی طوری که در بالا قید کردیم یکی از خصوصیت‌های مهم آنها این هنگام بالغی نداشتن خورده و سیستم عصبی نیچه شکل می باشد. این نشانه ها تنها در دوره کفلیزکی آنها مشاهده می شود. اگر ما به رسم نظر اندازیم یعنی در آنها یعنی خود خورده که در حیوانات ستون مهره‌دار درجه عالی به ستون مهره تبدیل می‌یابد دیده می شود و سیستم عصبی نیچه شکلی که در بالای خورده جایگیر شده است. غیر از این در آنها یعنی سوراخی‌های غلسموی دیده می شوند. لیکن دوره کفلیزکی آنها همگی 10-15 ساعت ادامه می‌یابد. در مدت 10-15 ساعت کرمینه حرکت میکند، در سبسترات زیر آبی یک محیط معین انتخاب میکند و تدریجاً در ارگانیسم آنها روند شکل دیگرگونی متامورفوز جریان میگیرد و آهسته آهسته یعنی خورد سیستم عصبی نیچه شکل آنها از بین میرود. این خصوصیت های مهمی که برای حیوانات ستون مهره‌دار خاصند و حیوان یعنی شکل فردی بالغ رو میگیرد که در اون یگان نشانه حیوانات خورده‌دار یعنی نه ستون مهره و نه نیچه عصبی دیده میشد، همین شکل رو میگیرد. دیگر گروهی که به این گروه داخل کرده می شود این یعنی صنف سلب‌ها می باشد که حیوانات می باشند که در قبض‌های معین آب حیات به سر می‌گذرانند. اندازه آب دادن آنها از 5 تا 15 سانتی متر می شود و این زمان 10 نماینده جلدداران یعنی معلومند که در محیط آبی وسیع پنج شدند. از روی ساختشون به اسیدها مانند می باشند، لیکن با حرکت تکانی خود یعنی
فرق میکنند. بیشتر در قبطهای 300 متری قعر آب و بحر و اقیانوس‌ها معلق شنا میکنند و مانند اسیدی ها سیفون دهانی و مزرقی آنها در مقابل یکدیگر جایگیر شده است و حیوانات خنثی بوده هم برای جنسی و هم برای غیر جنسی افزایش میکنند و یک مهمیت نماینده های صنف سلب‌ها در آن است که در آنها حادثه متاگینز جای دارد، یعنی عوض‌شوی افزایش جنسی و غیر جنسی پای در هم در آنها یعنی جریان میگیرد. از همین خاطر هم با اصطلاح علمی این مفهوم متاگینز نامیده می شود و به مانند دیگر گروه های عالم حیواناتی که ما درباره اشان معلومات دادیم، همین ساخت ظاهری سلب می باشد که بدنشان یعنی خم شکل می باشد، سیفون دهانی دارند، سیفون مزرقی دارند. آبی که وارد می شود با یک قوه معین موشک‌ها از ارگانیسم طلا داده می شود و همین گونه یعنی حرکت تکانی آنها به عمل می آید. و خصوصیت دیگری مهم آنها در آن است که در آنها یعنی عضو موازنه استاتوسیست به عمل می آید. از همین خاطر این خصوصیت مهمی که در آنها با وجود آمده است. دیگر گروهی که ما درباره آن معلومات می‌دهیم این یعنی صنف آتشک‌تن‌ها، یعنی خمشکلان، بعضی نماینده‌هایی که در حیات قعر آبی و طرز کلونیوی زیست می‌کنند معلومات داده می‌شود و یک کلونیای آنها از یک چند فردهای عبارت میباشد. فردهای اولی که در اینجا ما نشان دادیم نام دارند گاستروزوید. گاسترو یعنی از کلمه معده گرفته شده است. این مخچه ها یا حیوانات تمام کلونیای خود حیوان بزرگ را یعنی با غذا تامین میکنند. غیر از این در آنها جایگیر میشد یعنی دوم قبط کلونیوی یعنی فرازوید ها که برای افزایش نمودن آنها اهمیت نهایت مهم دارند. صنف دیگری زیرتیپ جنین خورده‌داران این اپندیکولاریا ها می باشد که این زمان 60 نمود آنها در طبیعت معلوم می باشد و اندازه بدن آنها از 1 تا 2 سانتی متر می شود. اپندیکولاریا ها در بحرها و اقیانوس‌ها پنگشته است. در بعضی موارد در 1 متر مکعب آب تا 50 فرد اپندیکولاریا ها را واخوردن ممکن است و بیشتر از آبسبزها و ارگانیسم‌های خرد یک حجره همچون منبع غذایی استفاده می‌برد. و خصوصیت دیگری مهمی که در آنها ظاهر می‌شود بدن آنها با خونچه لوبی که از حساب قبط بالایی پوست اپیدرمیس با وجود می‌آید پوشانیده شده است. صنف اپندیکولاریا ها از دیگر جنین خورده‌داران با 4 خصوصیت مهمشان فرق میکنند. یکمش در آنها خورده تا آخر عمرشان باقی میماند. دوم تونیکای حقیقی در آنها تشکل نیافته است. سوم کواکی اتریالی یا نزدیک‌گلویی در آنها دیده نمیشود و برعکس دیگر جنین خورده‌داران آنها تنها با راه جنسی افزایش میکنند. یعنی در اپندیکولاریا ها افزایش غیر جنسی جای ندارد و این نمود ظاهری اپندیکولار می باشد که خونچه لوبی که سطح بدن حیوان رو می پوشاند. پس از 8-9 ساعتی که در قسمت پیش خونچه افلاسی ها جمع می شود، حیوان توسط ضربه دم خود این دیواره را کفانده از سر نو به محیط آبی میبرد و مدت 3-4 ساعت از حساب لوبی بدن آنها همین گونه یعنی خونچه لوبی به وجود میبرد. و قبط دیگری که ما در اینجا درباره اشون معلومات میتیم این خمشکلان میباشد که این هم حیواناتی میباشند که با طور کلونیوی در قبط های آب حیات به سر میگذراند. عموما تمام نماینده های زیرتیپ جنین خورده‌داران در قبط های آب در 2 شکل دیده می شود. یکم گروه آنها اینها حیوانات بنتوسی می باشند، حیوانات قعر آبی که در قعر آب یا نشسته زیست می کنند یا فعالانه حرکت می کنند. و دوم گروهی که در بین آنها دچار می شود این گروه پلانکتون ها می باشند. یعنی گروه پلانکتون ها حیواناتی را در بر می گیرد که عضوهای حرکت مستقل ندارند و مجرای آبی که کدام قسمت حرکت کند توسط مجرای آب حرکت آنها تامین کرده می شود. از همین خاطر هم خود خمشکلان و دیگر جنین خورده‌داران نیز در شکل بنتوسی و در شکل پلانکتونی دچار می شوند. و صنف آخرانی که ما درباره آخران صنف آنها معلومات می‌دهیم این صنف آتشک‌تن‌ها می باشد که همگی 10-12 نمود جنین خورده‌داران را در بر می‌گیرند و آنها نیز به مانند دیگر جنین خورده‌داران یعنی در بدنشان حجره‌های مخصوص سیمبیوتیکی موجود است که از حساب آنها روشنایی به وجود می‌آید. از همین خاطر هم نام
صنف نیز از همین خصوصیت گرفته شده است که از قبط آنها روشنایی میبراید. از همین خاطر آنها را یعنی تشک تنها مینامند. یک خصوصیت مهمی که برای تمام نماینده های جنین خورده داران یعنی خاص می باشد و این نشانه برای زنده ماندن آنها مساعدت نموده است، این جلد مخصوصی بدنی که در جریان اِوولوسیونی در آنها با وجود آمده است. این یعنی جلد خبط تونیک می باشد که آنها را از دشمنهای طبیعی محافظت میکنند. از همین خاطر ما اگر در طبیعت بینیم، در طبیعت دائما در بین گوناگونی عالم حیوانات یعنی حادثه درندگی رقابت جای دارد. اکثریت حیوانات درنده حیوانات آسایشته زیست کننده را همچون منبع غذایی استعمال میکنند و وابسته به اونه که در این گروه عالم حیوانات همین گونه جلد مخصوصی ضخیم با وجود آمده است، اکثریت نمادهای درنده ماهی‌ها و دیگر حیوانات آبی درنده آنها را همچون طعمه استفاده نمیبرند. از همین خاطر هم این خصوصیت امکانیت یعنی با روی آتشک‌تن‌ها فراوان آورده است که آنها در دوران دور و دراز اِوولوسیونی تقریباً 200-250 میلیون سال رو پس سر کرده تا به زمان ما در قعر بحر و اقیانوس‌ها آمده رسیدند. اهمیت این گروه عالم حیوانات در طبیعت نهایت مهم ارزیابی می شود. اکثریت آنها یعنی همچون بیوفیلترهای طبیعی خدمت میکنند. بعضی از گروه های دیگر این حیوانات همچون نمودهای آزاد زیست کننده در پاک و بیولوژیش کردن آب اشتراک میکنند. بعضی نمودهایی که حیات پلانکتونی میگذرانند منبع غذایی دیگر حیوانات آبی شده میتوانند و خود بعضی نمود جنین خورده داران یعنی همچون منبع غذایی ارگانیسم‌های یک حجره و آب سبزها را استفاده میبرند. و این خصوصیت های مهمی که در علامت های مطابقتی جنین خورده داران با وجود آمده است نهایت مهم در جریان اِوولوسیونی با وجود آمده است و همین گونه مطابقت هایی که ما در جنین خورده داران مشاهده نمودیم یعنی این موجودیت خورده و سیستم عصبی نیچه شکل تر در دوره کفلیزکی یا طرز شکل نشست زندگی یا پرده بدن تونیکه، این یعنی علامت های مطابقتی می باشد که آنها با محیط بحر و اقیانوس‌ها مطابق شده در جریان دور و دراز اِوولوسیونی رو پس سر کرده تا به زمان ما در این شکل آمده رسیدند. از همین خاطر هم این گروه عالم حیوانات نهایت عجایب هم از روی ساخت ظاهری، هم از روی طرز زیست و هم از روی پنجشوی در بین گوناگونی عالم حیوانات کره زمین و خصوص حیوانات آبی می باشد. تشکر به دقتتون.